هنگامی که یکی از آنها بمیرد گوید پروردگارا مرا دوباره به دنیا بازگردان. امید آنکه این بار اعمال خوب و شایسته ای را که ترک گفته بودم انجام دهم. به او گفته شود هرگز، این سخنی است که او میگوید و مورد پذیرش نیست و پشت سرشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند. وقتی دروازه عذاب سخت را بر روی آنها بگشایم دیگر از همه جا ناامید می‌گردند. گویند پروردگارا شقاوت و بدبختی بر ما غلبه کرده بود و اعتراف می‌کنیم همه ما گمراه بودیم. پروردگارا ما را از این آتش خارج کن. اگر یک بار دیگر به کفر و باطل برگردیم قطعاً ستمکار خواهیم بود. خدا گوید به خاطر دستاوردتان به اعماق دوزخ روید و با من حرف مزنید. یادتان می آید هنگامی که در دنیا گروهی از بندگان من می گفتند پروردگارا ما به حقایق ایمان آورده ایم، پس از ما درگذر و رحم آور که تو بهترین رحم کنندگانی. اما شما آنها را مسخره می کردید و پرداختن به آنها باعث شد تا یاد مرا فراموش کنید